خیلی خوشحالیم که با یه ویدیو دیگه کنار شما هستیم. امروز با یه آهنگ جالب اومدیم، یه آهنگی که خیلی معروفه و خیلی وایرال شده و خواننده‌اش ما برای اولین بار داریم گوش میدیم. دلیر نظروف. آهنگ معروفش دیگه همه میدونن، چکی چکی بارون. نوشته چک چک بارون. چک چک بارون. میگم که توی کلمات ما یه خورده فرق داریم. این آهنگ خیلی ترنده و خیلی ویدیوهای کوتاه من ازش دیدم. یه بچه کوچولو بود همین رو میخوند، فکر کنم اون باشه چون تحقیق کردم راجبش، همچین چیزی بود. دلیر نظروف از 1980 شروع کرده به کار خودش. خب 1980 تا الان یعنی 45 سال کارش موسیقیه. خیلیه، یعنی خیلی بالاست و این آهنگم خیلی خفنه و توی شهر دوشنبه هم به دنیا اومده دلیر نظروف. بریم با همین ویدیو رو ببینیم. آقای دلیر نظروف ببینیم که قطعا آهنگ خفنیه چون خیلی وایرال شده بود. آره عزیزم، let's go. فکر کنم خودشه. چاکی چاکی بارانی با شیرینم. بچه ها من اینو خیلی دوست دارم. اون بچه‌ای که میخونه خیلی بالا. الان نگاه میذارمش اینجا، واقعا میبینید خیلی جالب میخونه. اینجوری حرکت دستاش آدم میبینه برداشت میشه. دریا داره خیلی قشنگ میگه واقعا. شده بیدار در دل غمی دیرینم. میگه توی باران تو رو میبینم. فکر کنم آقا تو اولش ببخشید یادم رفت، تو رو خدا میشه از اول. خیلی قشنگه. چاکی چاکی بارانی با شیرینم. چکی چکی باران دریا داره. آها چکی چکی باران خیلی شیرین است تو بهار. شده بیدار در دل غمی دیرینم. از نازیلانه شعر رو ببین، شعر رو ببین، خیلی خفنه. شده بیدار در دل غم درینم. از نازیلانه. تو اینجا فکر میکنی چی میگن نازیلا؟ منم یه دیگه گوش داده بودم، من فکر میگه نازیلا، ولی ببین چی میگه، ببینم میفهمی چی میگه. لعنت بهت. خیلی بیدار در دل غم درینم. از نازیلا. از نازیلا نه، از ناز لاله‌زار. لاله‌زاره، هرچی هست تو لاله‌زاره. از لحاظ بار ادبی خیلی بالاست. سال 2024 بچه ها دلیر نظروف بزرگترین جایزه هنر و موسیقی و اینا رو توی تاجیکستان گرفته. اسم جایزش جایزه رودکیه. رودکی یکی از شاعرای معروفی که ما میشناسیمش و توی سال 2024 اون جایزه رو گرفته. پس یعنی خیلی خفن میتونه باشه. صداش خیلی تمیز و نرمه. اصلا بابا 45 سال کارش اینه. میگه هم میخوای خود اینو کمش کن. موسیقی زنده خوب، واقعا خوب، یکی که این کارو باشه. بدیلم خنجر زدم بر سینم. به دلم خنجر زدم بر سینم. چقدر غمگین و در جدا ماینم تقدیرم همین است. چرا ای چرا بابا میگه تقدیر ما همینه. همین است، تقدیر ما همینه. چرا؟ آره چرا ای وای چرا. چاکی چاکی بارانی با شیرین است. دریا دارم تو رو. میگه
من فکر کنم میگه مثلا دریا دارم تو رو، ولی میگه دریاد دارم تو رو. دریاد. آره میگه چکی چکی باران بهاری شیرین است، دریاد دارم تو رو. من برای تو خوندم. عالیه عالی. ملودیش هم باحاله، یه ملودی خفنه. دی نی 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 نی. بعد توی اینستاگرام هم خیلی معروف شده بود این یه تیکش، تیک تاک اینستاگرام. بدیلم خنجر اینجا هم احساس میکنم میگه بیدینم زدم بر سینم جدا کردن چی میگه؟ من اینم یا اینم. چی میگه اینجا رو حتما کن. تقدیر ما همین است. چرا ای چرا چاکی چاکی بارانی بهار شیرین است. دریا دارم تو را شوری دار درد. واقعا یه چیزی بگم، خوش به حال اون کسی که حالا نمیشه گفت خوش به حال اون کسی که واقعا از عشقش مثلا دور شده بود با این آهنگ مثلا یادش میفته. خیلی جالبه. حالت بد باشه. منو عزیزم که الان این موضوع رو مثلا درک نمی‌کنیم که الان بخوایم گریه کنیم فلان کنیم. توف کرد. ولی واقعا خیلی موزیک خفنیه. یعنی اگه یکی عشقش ولش کرده باشه اینو گوش بده میترکه. از نازیلان آمهین ما شد بیدار در دل غمی درینم. از نازیلان از ناز لاله‌زار چاکی چاکی بارانی بهار چاکی چاکی بارانی بهار. خیلی جالبه که اینجوری همه جوری دست بزنن. اصلا همه چیه این آهنگ خفنه. چاکی چاکی بارانی بهار چاکی چاکی بارانی بهار چاکی چاکی بارانی بهار. خیلی آدم خفن و معروفیه و من خوشحالم که الان باش آشنا شدم و قرار آره موسیقی متفاوت جالب سنتی و مدرنه. میدونی نمیشه فقط گفت سنتیه. سنتی و مدرن رو زده تو هم بحثن ترکیب کرد. قیمه ها رو میریزه تو ماست. چاکی چاکی بارانی بهار چاکی چاکی بارانی بهار چاکی چاکی بارانی بهار. حسش اومده. چاکی چاکی بارانی بهار چاکی چاکی بارانی بهار چاکی چاکی بارانی بهار. چکی 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 ما بهش میگیم چی؟ ما میگیم چیک چیکه باران. چیک 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 چاکی چاکی بارانی. چکی مثلا چک میشه این. چکی بعد چکی اینجا چکی چکی بکنی یعنی یارو رو داری چکی چکی میکنی. چاکی چاکی بارانی بهار شیرین است. چاکی چاکی بابا بارانی نمیذاره من بخونم باش. از اول خوب بخون. نخون. چکی چکی بارانی بهار شیرین دریا دارم. خیلی دارکه بابا. گریه باره. اینترنتمون داره تمام میشه. اینترنتتون داره تمام میشه. اینترنتی نداره. خیلی عالی بود. واقعا بی‌نظیر. از 10 چقدر بهش میدی؟ 10 بهش میدم چون واقعا هم لیریکالی خفن بود، هم بیتش موزیکش موسیقیش خفن بود، هم این که ترکونده بود ترند بود، هم این که
یارو 45 سال این کاره است، آفرین، هم دقیقاً. این که اصلا دیگه تمام. یکی از چی دلایلی که می‌خوای؟ منم 10 میدم این نکته آخری بود. 45 سال کار بابا 45 سال. سال یارو اصلا خوابیده با این آهنگا. به نظر من خیلی خفن بود. اگر نظر خاصی دارید راجع به این موضوع و همچین خواننده هایی و همچین آهنگ‌های اسطوره‌ای، همچین آهنگ‌های خفنی و اگر سراغ دارید حتما کامنت کنید که آهنگ بعدی رو چی بریم. مرسی که تا اینجا ویدیو همراه ما بودید. حتما یادتون نره که چنل ما رو سابسکرایب کنید، لایک کنید و زنگوله رو هم بزنید که هر موقع ویدیو گذاشتیم واسهتون بیاد. خیلی دوستتون داریم بچهای تاجیکستان. ما واقعا من امروز داشتم به این فکر می‌کردم که خیلی جالبه، مثلا ما بخوایم یه روزی بریم تاجیکستان، بچه‌ها الان میشناسنمون، بیشترم قراره بشناسنمون، بریم اونجا مثلا قرار بذاریم که آقا ما امروز اونجا قراره بیام، اگه دوست دارید بیاد پیش ما هم دیگه. خیلی حال میده واقعا. این آرزویی که من دارم و حتما هم بهش میرسم. تا ویدیو دیگه، خدا نگهدار.